زودو. این نمودی ورزش به مردم ما خیلی نزدیک است، چون زودو خیلی ماننده زیاده به گشتین ملی ما تاجیکان دارد. ملت ما به این نمودی ورزش بسیار شوق و رغبت زیاده دارد، علل خصوص جوانان. سالهای اخیر این نمودی ورزش میان جوانان خیلی مشغول شده است و آنها نیز حرکت میکنند که در سیقل‌های بین المللی نام تاجیکستان را بالا بردارند. یکی از این جوانان این سامان محمد بیکوف است که اولین چمپیون جهان در میان جوانان از تاجیکستان می باشد. بسیاری ها نمیدانند که سامان محمد بیکوف یک دادر دارد که او نیز با زودو مشغول است. ساربان محمد بیکوف امروزه قهرمان برنامه ورزشگر. ساربان یک جوانی پر حرکت است و دائما حرکت میکند، دائما تمرین میکند و در آینده او نیز همانند برادر خود سامان محمد بیکوف یک نامبرداری ملت خود خواهد شد. ما باوری داریم به این چیز. همه قیمترین در کدام مسابقه قیمترین ممکن برای همه یکم مسابقه قیمترین مسابقه می شود که یکم بار یکم بار که در مسابقه می بروی و می گیری و این دیگر احساسات همی چی در دلت هم ترس است هم هراس است و همه قیمترین مسابقه یکم مسابقه هم. ساربان هنوز 18 سال دارد. علاقه در چندین مسابقه های شهری و جمهوری اشتراک کرده است و صاحب جایهای نمایان نیز گشته است. عین حال ساربان طول 9 ماه می شود که در کلوب حاجی شریف مشق و تمرین کرده ایستاده است. در این کلوب به آنها کشیک بایر مربی از مغولستان تمرین می دهد. ما نیز یک روز به طرز نمودی تمرین دادن استاد تماشا کردیم. Не вставай, здесь контакт, просто таз поднимает это, туда. Сейчас уже мне, здесь спокойнее, ребята, чисто. Потом это помогает можно. Не, вот так держи. Если твой таз не это контакт. مقصد در آینده چی می‌آید؟ در همین کلوب تا آخر میره یا که باید؟ شما در این کلوب تا آخر و در این کلوب مشق تمرین میکنم و تا ممکن در این عرصه بین المللی پرچم عزیز خود پریشان کنم. ساربان چون همه جوانان تاجیکستان در دل آرزوی نام خود و نام پدر را بالا برداشتن دارد، چون هر یک فرزند می‌خواهد که پدر و مادر با او بفخرند و ساربان نیز حرکت کرده ایستاده است که والدین چگونه که با سامان می‌فخرند با او نیز بفخرند. حالا دو فرزند من ساربان و کامران که در این کلوب تمرین میکنند و فرزند کلانیم سامان که سال 2019 بین جوانان چمپیون جهان گردید و برای ما این بسیار یک یعنی همه جهتاً دستگیری که رابطه کلوب میکنه اینا ما حس میکنیم. از آن جمله خود دستگیری صاحبکار اسماعیل محمد زایر که همه وقت ما حس میکنیم به مغلوبیت نمیشود. در بسیار مسابقه های اشتراک کردگم سزاوار مدال های برنجی با نقره و طلا هم شدگی و مغلوبیت هم بودگی در مسابقه. به گفته استادان ساربان دائما حرکت میکند تا اینکه از دیگران دیده بیشتر مشق و تمرین کند. او میگوید برادر چمپیون جهان بودن این نه تنها فخر است بلکه باز حسیات جوابگری نیز دارد.
و او می‌خواهد که همانند برادر خود نامبردار ملت و وطن باشد. ما نیز به ساربان موفقیت‌ها خواهانیم و خواهان آن هستیم که همانند ساربان جوانان ورزشگر در آینده در صیقل‌های بین المللی نامبردار وطن و ملت باشند. تاجیکستان به پیش!